سلام بیننده های عزیز و عالی قدر، امید دارم دارای صحت کامل باشید. صحت و سلامتی شما آرزوی ماست. پیش از معرفی خودم در این ویدیو میخوایم بگویم که این ویدیو را به خاطر ساختیم که با ما بیشتر آشنا شوید. مجده ولیزاده هستم، متأهل هستم و دارای 2 فرزند می باشم. ما در سال 2018 از افغانستان به ایالات متحده آمریکا آمدیم و به شهر زیبای سیاتل در ایالت واشنگتن به زندگی جدید خود آغاز کردیم. شهر سیاتل یکی از شهرهای بزرگ ایالت واشنگتن است و یکی از شهرهای زیبا و عالی دیدنی نیز می باشد، اما ما نظر به شرایط زندگی خود تصمیم گرفتیم که به شهر کلیولند ایالت اوهایو بریم. خب بعدا در سال 2021 به خاطر فرصت‌های کاری بهتر و سهولت‌های بیشتر در زندگی به 4مین شهر بزرگ ایالات متحده آمریکا یعنی شهر هیوستن ایالت تگزاس آمدیم و همکنون هم اینجا زندگی میکنیم. بنابر نقل مکان به شهرهای مختلف و به دنیا آوردن 2 فرزندم نتانستم که با وقت و زمان مناسب به درس‌های خود رسیدگی کنم. خوشبختانه حالا بعد از تمام شدن یک دوره 2 ساله آموختن زبان در یکی از کالج های هیوستن در رشته فیشن و دیزاین را پیدا کنم. در پهلوی درسایم گاه خیاطی میکنم و یک صنف آموزشی گیتار هم دارم. ویدیوهایی که ما قبلا ساختیم فقط آشپزی خیاطی بوده و ویدیوهایی که بعدا میسازم کوشش میکنم در پهلوی از اونا معلوماتی آموزشی و همچنان تفریحی نیز باشم. آرزو میکنم که از این طریق کمک کرده باشم و به نحوی مثمر واقع شم. و در اخیر از بارگاه ایزد متعال آرزوی سلامتی و سعادت به تمام شما عزیزان میکنم. با امید دیدار تا برنامه بعد.